ریاست کارهای داخلی ولایت ارینبورگ روسیه خبر داد که صبح 11 دکبر سال 2023 در شهرهای واقع در نزدیکی دهه دروژبه سالیتسک این ولایت یک اتوبوس با 54 مسافر با شمول یک نابالغ که از مسکو به تاجیکستان سفر داشت به علت ویران شدن در نیم راه در مانده است. با در نظر داشت سردی قهرتون صبح امروز و شمال مثل یخ سرد، مسافران رانندگان در یک وضعیت برای سلامتی خطرناک قرار گرفتند. اتوبوس مسافرکشی در کنار راه ایستاده را هنگام دیدبانی کارمندان گبدده یا گایی دیده به صورت بلافاصله آدمان را به قهوه‌خانه نزدیکترین کوچانیدند. گفته می شود در اطلاع پلیس ولایت ارینبورگ کارمندان پلیس و خدمات راه به رانندگان برای درست کردن اتوبوس کمک رسانیدند و اتوبوس بعد چند با مسافرانش به سفر خود ادامه داده است. گفتن است که این شب و روز در ولایت ارینبورگ سردی قهرتون حکم فرماست و حرارت هوا تا 26 درجه سرد می شود. طوری قبلا خبر رسید نجات بخشان از دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوخماله در شمال قزاقستان شب 9 دکبر سال 2023 در راه استان پتروپاولسک 28 خارجی، 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان را که اتوبوسشان به علت سردی در نیم راه در مانده بود به یک نقطه گرم در شهر کوکشتیاو کوچانیدند. این شب روز در شمال قزاقستان سرمای قهرتون حکم فرماست. حرارت هوا در همین شهر کوشتیاو روزانه 26-29 درجه سرد، شبانه حرارت هوا تا 36 درجه سرد می شود. دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوخماله از همه خواسته است که در صورت دچار شدن به یگان حالت ناخوش فوراً با رقم 112 به آنها خبر دهند.